امسال نیز ما تصمیم گرفتیم که یعنی شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در همبستگی و همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی تشکیلات جمعیتی مرکزی زنان گلرخسار، تشکیلات جمعیتی مرکزی حقوقی سرچشمه، تشکیلات جمعیتی خورشید زندگی که سروری اون رو معلمی عزیز و ارجمندی و حسن و شجاعت خان به عهده دارند و همزمان با گفته کارشناسان اشتراکچیان میزی مداور که در تالاری خورد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов برگزار گردید، بیشتر عائله‌های جوان در 5 سال اول زندگی پشت میخورند که این از بی‌مسئولیتی پدر و مادر و استفاده تلفن موبیلی میباشد. با مقصد از بین بردن و پس کردن سطح زورآوری در عائله همه ما خوب میدانیم که 19 مارس سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله قبول گردید. این میز مداور که در دوره مرکز اطلاعاتی 16 روزه علیه خشونت نسبت زنان برگزار گردید، هدف اساسیش پیشگیری زورآوری در عائله و ترغیب زندگی شایسته بود. با استفاده از همه راه و اصول‌های جدید کمیسی جمعیتی تأسیس دادیم، دستورالعمل نو طرحریزی نمودیم، یعنی سوبیکت‌های پیشگیری کننده زورآوری که الان 9 نفر بودند به 11 نفر رسانیده شدند. معاون دیرکتوری تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار سباحت باباجانова قید نمود که امروزها برای زنانی که در عائله نسبتشان زورآوری آورده شده است در مرکز گلرخسار برای پناهجویی این زنها همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. تشکیلات جمعیتی مرکز زنان که سال 1996 با دستگیری اساسیاسیون ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. در حقیقت به زنان دخترانی که به حالت بحرانی گرفتار میشوند مسئولیت روانشناس، حقوقشناس و کارمندان اجتماعی را به طور رایگان و مخفی میرساند. سباحت باباجانова همچنین قید نمود که از آغاز سال تا امروز بعضی زنهای مراجعت نموده کسب و کار به مانند پزندگی و دوزندگی، پردازگری و ذخیره نمودن موادهای خوراکه برای فصل سرما و دیگر هنرها آموختند تا به این اصول توانسته باشند وابستگی زن را از جهت اقتصادی از مرد کم نمایند که این هم یک نمود پیشگیری زورآوری در عائله باشد. اکثریت زنهایی که خشونت خانوادگی و گرفتار میشوند از جهت اقتصادی به شوهران خود پابند هستند. سازمان ملل متحد سنه 25 را رسما روز بین الخلقی مبارزه ضد خشونت نسبتی اعلام زنان داشته است. برای چی؟ به خاطر کشتار خواهران میربیانها از جمهوری دومینیکن که بی‌واسطه وحشیانه و قتل رسانیده بودند. در هفته میزی مداور همچنین نماینده دین حاجی خسرو حسینов، نماینده تشکیلات جمعیتی اساسیاسیون زنهای صاحبکار، رئیس اتحادیه جمعیتی ولایت سوخت شجاعت حسنова و دکتر امروزی زنان زمیره ثابتova برآمد نموده به دانشجویان و جمع آمدگان بهر پیشبرد زندگی شایسته و حرمت احترام یکدیگر در عائله معلومات پیشکش نمودند. قدرت‌الله رحمت‌اللهov، نادری نسیمزاد، پیام روز.